سوال در مورد ضریب تاثیر هست، اینکه بهتره آیا در حقیقت برای همه اتریبیوت ها ضریب تاثیر یک و یکسان باشه یا از مطالعات قبل استفاده بشه. ببینید بهتر خوب نیستش که همه فیچرها یا اتریبیوت ها ضریب یکسانی رو داشته باشن یا ضریب یک رو داشته باشن. همونطور که اشاره کردم ما ممکنه که در ابتدای طراحی مطالعه همچین کاری رو انجام بدیم، به خصوص توی همین دیسیژن تری ها که توی این جلسه قرار صحبت بکنیم. و بعد از اینکه شروع کردیم به ترکیب اتریبیوت ها یا فیچر ها با هم دیگه، تصمیم بگیریم که هر کدومشون ضریبشون چقدر بشه. یعنی توی مثالای امروز این خیلی براتون واضح میشه. مثلا ما میایم اول میگیم که age یه تأثیری رو داره. مثلا میگیم اگر که یک شخصی که مراجعه میکنه بالای 50 سال داشته باشه، احتمال ابتلا به فلان بیماری رو داره، بیماری قلبی رو داره، بیشتر هست احتمال ابتلاش. پس بنابراین ایج یک ضریبی داره اینجا. معمولا وقتی میان دیولپ میکنن مدل رو از صفر، میان از مطالعه قبلی استفاده میکنن حتما. میگن که خب حالا توی مطالعه قبلی به این نتیجه رسیدن که ضریب تاثیرش یا همون مثلا مطالعه های اومده کلینیکال ترایال های انجام شده قبلا روی تاثیر سن بر میزان ابتلا به بیماری قلبی. بعد اینجا اومده مثلا اونجا هازارد ریشیو استفاده کرده یا ریسک ریشیو استفاده کرده، گفته این همه درصد ریسک ریشیو داره. بر اساس مطالعاتی که قبلا انجام شده میان یه همچین کاری رو انجام میدن. اگر شما دارید مطالعه‌ای رو انجام میدید که قبلا هیچ بک‌گراندی راجعش ندارید، یعنی دارید یه چیزی رو تاثیرش رو روی مطالعه یا بیماریتون بررسی میکنید که مطالعه قبلا روش انجام نشده، اونجا میتونید بیاید بگید که خب من میام اول ضرایب رو همه یکسان در نظر میگیرم چون هیچ اطلاعات قبلی ندارم، بعد میام کم کم اینا رو با هم ترکیب میکنم. بازم میدونم براتون سوال احتمالاً مطرح چیز نشده، حل نشده، ولی یکم صبور باشید. توی این جلسه دقیقاً میپردازیم به همین مسئله که برای هر فیچری ما چقدر باید ضریب در نظر بگیریم و هر ضریب رو چطوری تعیین بکنیم، بعد کجا اصلا ضریبا رو برداریم، اصلا فیچر رو دیگه حساب نکنیم و کدوم فیچر اصلا بهتر هستش که روش کار بکنیم. برای NGS باشه. ببینید فقط یه مسئله که هست، چند تا از بچه‌ها بهم پیام و ایمیل داده بودن، من جواباشون رو دادم. قرار شد که در واقع حالا هم یه سری لینک هایی هم اگر اختصاصی برای هر کدومشون فرستاده بشه و غیره، یه سری کتابایی هم گفته بودن بچه‌ها فارسی معرفی کنیم. و بچه‌ها صدا دارید؟ چون من میبینم میکروفون هم چیز میشه، پر میشه، بنابراین صدا باید باشه. خب یه سری کتابای مثلا منابع فارسی خواسته بودم. منابع فارسی به اون صورت ما نداریم. یه 2 تا کتاب اگر سرچ بکنید هم بیشتر نیست که خیلی کلیگویی انجام شده، یعنی یه سری مباحثی هست که اومده خیلی نظری، خیلی تئوری بر پرداخته به این که در واقع حالا مثلا هوش مصنوعی چیه، چه کاربردایی داره و تعریف هایی هست. این که بیاد الگوریتم هاشو بگه یا مثلا بگه خب حالا من سروایوال رو چجوری حساب می‌کردیم، ما توی هوش مصنوعی چجوری قراره حساب بکنیم و غیره، اینها رو نپرداختن بهشون. کتابایی که انگلیسی هستن بهتر هستن، اونها هم بعضیاشون یه سری مشکلاتی دارن. حالا من یه کتابی رو به یکی از دوستاتون معرفی کردم، ایمیلشون رو آخر جلسه بهم لطفاً یادآوری بکنین که اون لینکی رو که میتونین ازش کتابو تهیه کنین بذارم براتون. یه سری از این اطلاعات هم داره. و اینکه توی این مبحث اگر بخواید که در واقع مطالعاتون جامع‌تر باشه یا مثلا آگاهی بیشتری داشته باشین، اگر مقاله خوانی بکنید به خصوص ریویوها رو، خیلی بهتر هست. هنوز به کتاب اونقدری نرسیده. یه کتابایی که رسیده کتابایی هستن که حالا تو شاید تهیه کردنش براتون خیلی میسر نباشه، به خاطر همین بهتره که ریویوهایی رو که توی این مورد هست بخونید. حالا برای من فکر میکنم حدود روز دوشنبه یا سه شنبه
هم یه چیزی رو براتون انشالله میفرستم توی چنل، میگم که دوستان قرار بدن، هم یه پرسشنامه‌ای هست از اینکه در واقع مثلا یه فیدبکی، یه کانکشنی بین دو طرفه باشه برای اینکه ببینیم قرار چه اتفاقی بیفته، تا اینجا چجوری بوده، چه چیزایی بیشتری شما دوست دارید یاد بگیرید. یه باکسی هم میذارم که بنویسید که من فرصت بکنم توی بخونم و اگه قراره چیزی عوض بشه حتما تغییراتی داده بشه. و به علاوه اینکه یه سری ریویو ها رو هم میذارم، یه مثلا 4-5 تا ریویو خوبم توی این زمینه‌ها براتون میذارم که انشالله تو تعطیلات عید مطالعه بکنید و یه مقداری توی مبحث بهتر بشید. کاملا درسته. ببینید باشه، کتابا رو معرفی میکنم. حتما گفتم آخر جلسه یادآوری کنید اون یه کتابی رو که میتونید تهیه بکنید حداقل از سایت‌های ایرانی که کتاب خوبی هست، خیلی کتاب خوبی هست، بهتون میگم حتما یادآوری میکنید، چون تو ایمیل الان نمیخوام خیلی وقت بذارم براش. من اسم کتابا رو داخل چنل میذارم و اصلا ما یه تیم کتابیاب داریم چقدر و عالی. بتونن بچه ها پیدا میکنن. منتها کتابای هوش مصنوعی تو این زمینه اصلا خیلی کمیاب هستن تو که فرمودید، خیلی ولی زیاد. ما سعی رو میکنیم پیداش بکنیم و داخل چنل میذاریم و من اختصاصا به شما و ادمینم پیام بدید، هر کسی خواست کتاب براش میفرسته. بسیار عالی. خب اینم یه در واقع اسکور دیگه. من مجدد سلام عرض میکنم خدمت همه. با جلسه سوم از سری کلاس‌های هوش مصنوعی در حوزه سلامت و علوم پزشکی در خدمت شما هستم. توی جلسه‌های گذشته ما از بحث رو از پروگنوز شروع کردیم، از اینکه چه دیتایی رو باید برای پروگنوز جمع‌آوری بکنیم برای بیماری‌های مختلف، با تمرکز بیشتر روی بیماری‌های نورو پیش رفتیم. مثال‌های متعددی رو زدیم، چه دیتایی باید جمع‌آوری بشه، از دیتاهایی که داره جمع‌آوری میشه چه فیچرهایی رو میشه اکسترکت کرد و به چه شکل اینها رو باید پردازش کرد. بعد اومدیم سراغ اینکه ببینیم اصلا پروگنوز چی هست. سروایوال رو شناختیم، فهمیدیم که با چه فرمول‌هایی حساب میشه، توی سروایوال چه فیچرهایی میتونیم وارد بکنیم، به چه شکل فیچرها رو وارد بکنیم. به مبحث این پرداختیم که توی فیچرها هر کدومشون ضریب خاصی رو توی بحث سروایوال دارن و در واقع رسیدیم به اینجا که به فرمول‌های مختلفش، روش‌های مختلفش رو با هم بررسی کردیم و در نهایت گفتیم خب حالا از جلسه بعد، حالا که متوجه شدیم سروایوال بیسش چیه، میتونیم بریم سراغ این که با همدیگه بررسی بکنیم ببینیم چه الگوریتم‌های هوش مصنوعی روی این هستن. ببینید توی این جلسه باز مثل جلسه قبل ما نه تأکیدی روی فرمول خواهیم داشت، نه تأکیدی روی کدنویسی خواهیم داشت، نه هیچی. یکی دو تا از تفاوتایی رو که این سری کلاس‌ها با کلاس‌های که مختلفی که ممکنه شما شرکت کرده باشین یا در حال برگزاری هست داره، یکی از این سمت هست که مبحث از اون مبحث جنرالی که داره تو خیلی جاها تدریس میشه که حالا این هوش مصنوعیه، حالا این کمک رو میکنه، حالا فلان مثلا دستگاه داره ایجاد میشه یا توی فلان مقاله فلان کار شده، ما پا رو فراتر گذاشتیم به خاطر اینکه احتیاج هست به اینکه حتی شده برای در واقع همیشه اولین ها بیشتر از همه مورد انتقاد قرار میگیرن یا مثلا مورد بررسی ها یا مورد سوال های بیشتری قرار میگیرن، چون اولین یه چیزی هستش که شاید عجیب غریب هم به نظر برسه. ما این کار رو داریم انجام میدیم، به امید خدا خیلی هم خوب داره پیش میره، چون فیدبک هایی که از شما میگیریم خیلی خوب هستش. یه نکته دیگه هم از اون طرف هست، با اونم اینه که اونقدر هم سعی نکردیم که پیش بریم توی مباحث الگوریتم‌های هوش مصنوعی که بخوایم بچه‌هایی رو که رشتهشون اصلا کامپیوتر نیست، همونطور که اشاره کردیم بیستون کامپیوتر نیست و درکی از این الگوریتما نداریم، بیافتیم به این زحمت که خب حالا این الگوریتما چیه و با کدوم فرمول محاسبه میکنه و غیره. سعی کردیم از دل مفهوم‌ها، فرمول‌ها، الگوریتم‌ها و برنامه‌نویسی که وجود داره یه چیزی رو به صورت مفهومی بیرون بکشیم
که شما متوجه بشید اصلا چه اتفاقهایی قراره بیفته توی طراحی الگوریتم هوش مصنوعی برای کاربردهای مختلف تو حوزه پزشکی. چرا حالا اهمیت داره؟ به خاطر اینکه شما باید این رو بدونید، همونطور که اشاره کردم آقای دکتر، شما باید این رو بدونید تا بتونید ایده پردازی بکنید. یعنی هدف اینه. علم اصلی دست بچه‌هایی هست که دارن توی این حوزه تحصیل میکنن و تو حوزه‌ای که مسلماً تو حوزه کامپیوتر. اما کسی که داره همین حوزه رو، یعنی حوزه سلامت رو، علوم پزشکی رو، علوم زیستی رو داره مطالعه میکنه، دستش خیلی بازتر هست برای ایجاد ایده های جدید. خیلی خیلی چیزها هستش که ما توی رشته‌های مختلف اصلا نمیدونیم به چه شکل هستن یا به چه شکل دارن انجام میشن. در طول هفته من تعداد خیلی زیادی پیام دریافت میکنم میشه فلان برنامه رو نوشت که برای فلان دستگاه فلان چیز رو نصب کرد به کامپیوتر، بعد به محض اینکه عکس برداری میشه تشخیص بدیم این چقدر هست، به خاطر اینکه ما داریم نظری اینو تشخیص بدیم. میشه فلان الگوریتم رو طراحی کرد که این کار رو انجام داد. اینا ایده هایی نیستن که از سمت من میان، اینا ایده هایی هستن که از سمت همکاران پزشک دارن میان و شما هم قراره که بشناسید تا این کار انجام بدید و به جای اینکه بگید خب آیا میشه این کار انجام داد و من میام براشون توضیح میدم که آره اگر که تصویرتون این باشه، این ویژگی رو داشته باشه، این جزئیات رو داشته باشه، بهتر میتونید این کار رو انجام بدید، خودتون دیگه از این بعد میتونید قشنگ فیچرهاش رو تعیین بکنید، بعد بگید حالا من این فیچرها رو دارم که تاثیرگذار هست، این دیتایی هست که جمع آوری کردم، میشه این الگوریتم طراحی بشه. به خاطر همین دقیقاً باید توی این بینابین باقی بمونید. تمام تلاشی که توی طراحی این درس‌ها انجام شده این هست که شما نه از اون ور خیلی خسته بشید که خیلی مطالب تکراری و جنرال و خیلی فضایی باشن که خیلی همه چیز خوشگل و شیک و مجلسی نشون میده، نه از این سمت باشه که خیلی خسته بشید که وارد فرمولاسیون و الگوریتم نویسی بشید. مسلماً دوره‌های بعدی برای برنامه‌نویسی هم هستن که اونها هم از حالت بیسیک شروع میشن. خب بذارید ببینم سوالی هست. ظاهراً سوالی نیست. شروع میکنیم به جلسه سوم. توی جلسه سوم قراره که دیسیژن تری ها رو و رندوم فورست ها رو احتمالاً وقت نشه به خاطر اینکه مثال‌های متعددی رو توی دیسیژن تری ها داریم. یه سوالی هم پرسیده بودید برای روی اختلالات روانی. من برای رندوم فورست ها رو اختلالات روانی سعی کردم به خاطر اینکه ما میایم یه سری بیماری ها هستن یه مقداری در واقع کلینیکال تر شاید بگیم هستن، حالا به یک شکلی بیماری هایی که به هر حال یه داروی مشخصی دارن، یه مثلا میوتیشن خاصی توشون وجود داره، یه شرایط خاصی وجود داره، مثل همین کنسرها، بیماری نورودژنراتیو و غیره. اینها بیماری‌های کامپلکس هم خودشون چند گروهن دیگه. اینا بیماری‌های کامپلکسی هستن که یه سری چیزای مشخصی دارن، دترمیننت‌های مشخصی رو دارن. یه سری بیماری‌هایی هستن مثل همین اختلالاتی که می‌فرمایین خیلی چیزا هنوز مشخص نیستن. مثلا تو همین حوزه اختلالات کودکانی که دارید می‌فرمایید یه سری مطالعه‌های انجام شده که چقدر سلامت مثلا روان مادر میتونه روش تاثیر بذاره که خیلی هم تاثیرگذار هستش و بسیار بسیار این گونه اختلال‌ها مولتی فاکتوریال هستش. دیسیژن تری ها الگوریتم‌های نسبتاً ساده‌تری هستن، با بیماری‌های مثل همون نورودژنراتیو ها و کنسرها و غیره شروع می‌کنیم دیسیژن تری ها رو. وقتی میریم سراغ رندوم فورست ها و حالا الگوریتم‌های دیپ لرنینگ و غیره، اونجا میتونیم مولتی فاکتوریال ها رو هم وارد بکنیم. اونجا اختلالات رو هم من حتما توضیح میدم. حالا اصلا ببینیم دیسیژن تری ها چی هستن. دیسیژن تری یه فلوچارت هستش. فلوچارت یعنی چی؟ شما وقتی میاد یه مقاله رو مینویسید، مثلا توی مقاله‌های متاآنالیز و غیره، یه فلوچارتی هست به اسم فلوچارت پریزما، احتمالاً دیدین. یه چیز شاخه شاخه‌ایه. یه قسمت یه باکس اولیه‌ای رو داره، بعد دو تا قسمت میشه. توی این دو تا قسمت خودشون میتونن دو سه تا قسمت دیگه بشن و الی آخر که اینا در نهایت همشون هم به هم دیگه احتمالاً مرتبط هستن. هر کدوم از اون نودهای اولیه‌ای که وجود داره، یعنی همون گره‌های اولیه یا همون در واقع سر اون قسمت اول اون فلوچارتی که وجود داره،
نشون دهنده یک تستی هستش. حالا توی شکل بیشتر براتون توضیح میدم. ببینید این فلوچارتی همچین شکلی رو داره. یه مثال خیلی ساده ای هست که میگه که حالا بر اساس آب و هوا و وریبل های مثل آب و هوا و پرنت ویزیتینگ و مانی چه کارهایی رو میشه انجام داد و به چه شکل هستش. پرنت ویزیتینگ، ودر و مانی هر کدومشون یک نود هستن، یک گره اصلی هستن که ما رو به سوال میرسونن و به دوراهی ها یا سراهی ها میرسونن که جوابی رو دارن. آیا پرنتس ویزیتینگ رو انجام بدیم یا ندیم؟ اگر آره پس باید بریم مثلا سینما. اگر نه باید ببینیم هوا چطوره. خب پس اینا میشن نودهای اصلی. حالا این فلش هایی که میبینید یس و نو هستن، اینا هر کدومشون یک برانچ هستن. از نودها برانچ ها به وجود میاد چون نودها سوال ایجاد میکنن. توی بیماری ها حالا ما این مثالا رو خیلی خیلی گسترده‌تر تو همین جلسه من میزنم براتون، نگران نباشید. پس ما یه نود داریم، یک سری برانچ ازش بیرون میاد. از پرنت ویزیتینگ 2 تا برانچ بیرون اومده، یس و نو. اگر یس هست جوابش مشخصه، اگر نو هست میره سراغ یه نود دیگه که نود دیگه دوباره سوال ایجاد میکنه. هوا چطوره؟ خوبه یا بده؟ آفتابیه، بادیه، بارونیه. اگه بارونیه جوابش مشخصه، میمونیم خونه. اگه آفتابیه بازی میکنیم، تنیس بازی میکنیم. اما اگر بادیه میرسیم به یه در واقع نود دیگه. اون نود دیگه چیه؟ مانیه. چقدر پول داریم؟ پولیم یا ریچیم؟ اگه ریچیم میریم خرید. هوا بادیه، میریم یه جایی که باد نباشه و شروع میکنیم به خرید کردن. اگر خیلی پول نداریم میریم سینما. برانچ ها خودشون میتونن به نودهای اصلی دیگه‌ای وصل بشن. بله اتفاقا توی مثالایی که مربوط به بیماری ها هست میبینید که خودشون میتونن به در واقع نودهای دیگه‌ای هم وصل بشن. کم و بیش شبیه گزاره‌های سوری هم هستن. چرا؟ خب پس هر دیسیژن تری یک نود داره، یک سری نود داره، یک سری برانچ داره، یک سری لیف نود داره. لیف نود یعنی آخر اون برانچه. اینکه برانچه به چه منتهی میشه. این میشه پرنتس ویزیتینگ میشه نود اصلی، ودر، مانی نودهای اصلی هستن. یس ها و نو ها، سانی، رینی، ویندی، ریچ یا پور، اینها برانچ ها هستن. و مثلا سینما هست، پلی تنیس هست و استی این، شاپینگ غیره. اینها میشن در واقع لیف نود ها. بعد مسیری که توی این در واقع فلوچارت طی میشه از همون ابتدا، یعنی پرنتس ویزیتینگ، تا اینکه میرسه به این تصمیم گیری نهایی که حالا ما شاپینگ انجام بدیم یا بریم سینما، در واقع کل ساختارش رو همونطور که اینجا ملاحظه میکنید چی بهش میگن؟ میگن classification rules. یعنی ما میایم تصمیماتمون رو با استفاده از یک decision tree کلاسیفای میکنیم. چه تصمیمی رو بر اساس چه شرایطی قراره بگیریم. خب چه انواعی از decision tree ها رو داریم؟ یه سری الگوریتم هایی رو داریم. اسم این الگوریتم ها رو بدونید خوب هست. ID3 یعنی Iterative Dichotomizer، C4.5 هستش. یه الگوریتمی هستش، الگوریتم ایمپروو شده، بهتر شده ID3 هستش. الگوریتم کارت هستش، Classification and Regression Tree. الگوریتم چیت هستش و الگوریتم مارس هستش. الگوریتم کارت این وسط یکی از مهمترین الگوریتم هایی هست که توی پروگنوز و کلا توی مباحث بالینی بسیار بسیار استفاده میشه. یعنی خیلی الگوریتم معروف و البته محبوبی هستش. حالا میرسیم به اینکه چرا چرا اصلا از دیسیژن تری ها تو علوم پزشکی استفاده میکنیم؟ دوستان فعلا از جلساتی که برگزار شده جزوه‌ای منتشر نشده. تو همون روزهای دوشنبه سه‌شنبه اسلایدایی رو که داریم رو به صورت توی چنل براتون قرار میدن همراه با اون مقاله‌ای که قرار شد گفته بشه. خب
چرا ما از درخت‌ها استفاده می‌کنیم؟ از دیسیژن تری ها استفاده می‌کنیم. دیسیژن تری ها ببینید اشاره کردم. گفتم ما وقتی بیماری‌هامون یه سری فاکتورهای نسبتاً مشخص و معینی رو دارن، میایم از دیسیژن تری استفاده می‌کنیم. اگه خیلی کامپلکس باشه، دیسیژن تری رو استفاده نمی‌کنیم. پس دیسیژن تری ها الگوریتم‌های نسبتاً ساده‌ای هستن و راحت میشه این مدل‌ها رو توشون فیت کرد. خیلی زیاد برای حالتهای پارامتری که توی جلسه قبل با هم بحث کردیم اینها مورد استفاده قرار میگیرن و ما میتونیم از این روش ها استفاده بکنیم برای حالتهایی که متغیرهای گوناگونی رو داریم که توی اسلایدهای بعد به این مبحث که حالا مثلا چجوری قراره که متغیرهای مختلفی داشته باشیم هم میرسیم. علاوه بر اون میتونیم تشخیص بدیم. این خیلی بحث مهمیه ها. میتونیم تشخیص بدیم کدوم یکی از وریبل ها یا حالا فیچر هایی که داریم روشون کار میکنیم فیچر های مرتبطی هستن با پروگنوز مثلا یک بیماری، کدومشون مرتبط نیستن. خب پس بنابراین ما این رو در واقع میتونیم با هم دیگه تشخیص بدیم. بعد اینکه تشخیص دادیم اصلا از فرایند پروگنوز میگیم خب این فاکتوریه که خیلی تاثیرگذار نیست روی بیماری، پس بنابراین ما حذفش بکنیم. یه همچین چیزی رو داره. بله میتونیم خیلی خیلی خوب میشه فیچرها رو غربال کرد توی دیسیژن تری ها. اما از مزیات دیگه ای که دیسیژن تری ها دارن اینه که ما در سراسر جهان الان کشورهای حالا به خصوص کشورهای پیشرفته هم برای کلاسیفیکیشن همین فیچرها برای مقاصدی مثلا پروگنوز و غیره استفاده میشه و هم برای مسائل پیچیده تر که یه نکته که اشاره کرده بهش نکته خیلی مهمیه with no assumption on the data structure. یعنی میگه ما اصلا نمیدونیم، پیشفرضی رو نداریم روی اینکه کدوم مثلا رده سنی قرار منتهی به کدوم جواب بشه. خودمون داریم شبکه رو یاد میدیم. حالا برسیم به ساختار شبکه بهتون میگم که اصلا یادگیری از کجا شروع میشه. به علاوه این که ما میتونیم قشنگ وریبل ها رو همونطور که گفتیم غربال کنیم، انتخابشون بکنیم. اگر میسینگ دیتایی داریم اون رو هندلش بکنیم و بعد بتونیم پردیکتورها یا در واقع اتریبیوت ها و فیچرهای مختلف رو با هم دیگه ترکیبشون بکنیم. علاوه بر این که این دیسیژن تری ها اون چه که در نهایت اون ویژنی که در نهایت از اون بیماری و از اون پروگنوز اون بیماری به شما میدن بسیار بسیار مهم و البته کارساز هستش به خاطر اینکه خیلی خیلی زیاد استفاده شده و در نهایت کلاسیفیکیشنی که انجام میدن، گروه هایی که به شما میدن گروه هایی هستن که بسیار با همدیگه هوموژنوس هستن. حالا یعنی اینکه مثلا اگه دو گروه میکنه که و اینها قراره که بعد از 5 سال افراد مبتلا به بیماری X قراره بعد از 5 سال زنده باشن یا نباشن، این کلاسیفیکیشن خیلی کلاسیفیکیشن تر و تمیزی هستش به اصطلاح خودمون. اما همونطور که اشاره کردم کارت مهمترین الگوریتمی هست که توی مطالعه‌های بایومدیکال استفاده میشه. کارت یه نقش خیلی مهمی رو توی این مطالعه ها انجام بده. اگر سرچ بکنید خیلی از مطالعه هایی که توی بیماری های مختلف توشون AI استفاده شده، الگوریتمی که استفاده میشه الگوریتم کارت هستش. تو خیلی از بیماری های حالا کنسری و بیماری هایی که بیماری قلبی عروقی هستن ازشون استفاده شده، مقالاتشون چاپ شده و توی دهه گذشته هم پیشرفت چشمگیر رو داشته بود همین الگوریتم کارت. البته که در واقع کاربردش به همین قسمت محدود نمیشه، اومده وارد دنیای تجارت، اقتصاد و غیره هم شده و حالا مثلا ریسک سرمایه گذاری رو میشه باهاش حساب کرد و غیره و بنابراین الگوریتم بسیار پرکاربردی هستش، الگوریتم کارت. حالا چرا این الگوریتم کارت انقدر ما روش تاکید میکنیم که خوبه؟ ببینید توی جلسه اول ما به این بحث اشاره کردیم که شما به اون اگر یک پزشکی رو باهاش دارید کار میکنید یا شما یک پزشکی هستید که با 100 نفر 200 نفر بیمار در ارتباط بودید، وقتی میایید وارد حوزه هوش مصنوعی میشید دیتای شما فقط محدود به دیتای خودتون نمیشه، دسترسی دارید
به دنیایی از دیتا که بهش میگن هیوج دیتا، بیگ دیتا یا کلان داده. یه مطلبی رو توی چنل گذاشتیم راجع به کلان داده. قسمت دومش هم انشالله این هفته قرار داده بشه. حتما اینا رو پیگیری بکنید به خاطر اینکه یه سری اطلاعات بیشتری رو بهتون میدن. بعد پروژه‌هایی هم که مرتبط هست رو میشه توش شرکت کرد یا میشه براش شروع به کار کرد رو ایده ها شما میذارین که اگر دوست داشتید شروع بکنید این پروژه ها رو یا ایده ها رو بدید. به علاوه این که در واقع کارت میتونه که این قابلیت رو داره که میتونه فرایند آنالیز رو بهتر بکنه. نسبت به چی؟ نسبت به اون آیدی تری که دیسیژن تری اصلی هستش. توی بحث دیتا ماینینگ میتونه که خیلی موثر باشه. دیتا ماینینگ مبحثی هستش که خیلی نوتر هست نسبت به خود بیگ دیتا. یه چند سالی بیشتر تو کل دنیا نیستش که مطرح شده و در واقع میاد از اون جایی که دیتا خیلی کلاسیفای نشده، مثلا توی متن‌هایی که چاپ شدن و که دیتاشون به صورت جدولی نیست، مقاله هایی که وجود داره، کتاب هایی که وجود داره، منابع مختلف دیتا رو از اون استخراج میکنه. این سری بحث‌های بسیار پیشرفته‌تر و بحث‌هایی هستن که به طور کلی به علم کامپیوتر مربوط میشه. خیلی تو حوزه کار ما نیستش. میشه سافتورهای مختلفی رو با کارت دیولپ کرد و تکنیک‌های جدیدتر یا بروز شده‌تری هست کارت هم وجود دارن که پرفورمنس خیلی بهتری هم میتونن داشته باشن. پس کارت توی مطالعه‌های بالینی به فراوانی استفاده میشه. اینو فراموش نکنید. خب حالا از جمله مثال‌هایی که میتونیم توی مبحث همین بایومدیکال بزنیم این هستش که مثال‌هایی که میشه براش زد اینه که در واقع یه مطالعه خیلی بزرگی توی در واقع دانشگاه UCSD آمریکا انجام شده روی بیماری‌های قلبی که اومدن با استفاده از همین الگوریتم کارت استفاده کردن و اتفاقا برنامه‌اش رو هم نوشتن. یه برنامه دیگه هم تو خود NCBI هستش که برست کانسر رو پردیکت میکنه. اون هم الگوریتمش حالا تا اون زمانی که من در واقع یادم هست اونم 1 سال پیش چک کرده بودم، اون هم الگوریتمش الگوریتم کارت بودش. و حالا این برنامه‌ای که UCSD طراحی کرد چی بود؟ میگه میاد دایاگنوز حمله قلبی رو بر اساس یه سری فیچرها انجام میده و پیش بینی میکنه. میگه آقا آیا این شخص بر اساس این ویژگی هایی که داره احتمال ابتلا به سکته قلبی رو داره یا نه؟ خب خیلی مبحث مهمی هست. حالا چه ویژگی‌هایی چه فیچرهایی توش استفاده میشه؟ یعنی درد قفسه سینه هست، استفاده از الکتروکاردیوگرام ها هستش، یه سری آنزیم‌هایی هستش که توی خونشون داره بالا و پایین میشه که به خاطر این هستش که عضله قلبیشون آسیب دیده و الی آخر. خب این ویژگی‌ها رو اومده بعد از غربالگری همون ویژگی‌هایی که بهشون اشاره کردیم پیدا کرده که اینا ویژگی‌هایی هستن که بیشترین تاثیر رو دارن که اگر یه فردی اومد و در واقع با این یعنی مراجعه کرد حتی با یکی از این مشکل‌ها که گفت مثلا درد قفسه سینه دارم، یه سری تستایی به روش انجام بشه مثلا الکتروکاردیوگرام، مقدار آنزیم‌ها و غیره و با این برنامه اگه عدداش به برنامه ما داده بشه ما به شما میگیم که این کی قراره که حمله قلبی انجام بده. خب از شما میتونید پیشگیری بکنید و طی 2 سال حالا مثلا طی چند سال آینده که این قراره که انجام بشه. بعد از هارت اتک ها، از سکند هارت اتک ها، از حمله های قلبی دوم، از مرگ هایی که حالا ممکنه طی چند روز آینده بهشون مبتلا بشن از اینا جلوگیری میکنه. به علاوه این که شما میتونید یه برنامه تریتمنت خوبی رو با استفاده از این برنامه برای بیمارتون تعیین بکنید. و ببینید این سطر آخرش خیلی مهمه. میگه اولش که این برنامه شروع شد برای هر بیمار 100 تا وریبل در نظر گرفته شد. این 100 تا وریبل ها از ویژگی‌های دموگرافیک گرفته تا مدیکال هیستوریا، لب ریزالت ها و الی آخر. بعد از اینکه آنالیز شد 19 تا وریبل که وریبل های نان اینویزیو بودن. ببینید چقدر مهمه وریبل هایی که حالا مجبور نباشه بیمار مثلا یه سری کارهایی که
انجام میشه الان به صورت اینویزیو برای اینکه تشخیص داده بشه که بیمار در چه وضعیتی هست انجام بشه. نان اینویزیو 19 تا وریبل تونستن پیدا کنن که با استفاده از اون میتونن یه همچین پیش بینی رو انجام بدن. پس این الگوریتم با استفاده از این مثال ها نشون میده که چقدر الگوریتم خوب، موثر و مفیدی و مهمی هستش. خب توی همین الگوریتم second heart attack risk در واقع یک مثالی هستش از کلاسیفیکیشن. یعنی در واقع یا ما یک دیسیژن تری رو استفاده کردیم که کلاسیفای بکنیم ببینیم آیا این افراد قراره که دچار حمله قلبی بشن یا نشن. پس بنابراین خروجی که از این الگوریتم به دست میاد یک خروجی باینری هستش. زنده میمونن یا نمیمونن، سروایو پیدا میکنن یا میمیرن. پس بنابراین قراره که افرادی رو که وارد میشه این رو توشون پردیکت بکنه. دیتاهایی که به صورت دیتای ورودی هستن، یعنی مثلا حالا میزان فشار خونش هست، عکس هایی که وجود داره و غیره، که حالا در واقع متغیرهایی هستن که حالا یه سریاشون متغیرهای ایندیپندنت هستن، همین سن و در واقع نتایج حاصل از آزمایش و غیره. یه سری متغیرهای دیپندنت هستن که همون متغیرهای باینری سروایو و دت هستن و بر اساس اینها دیسیژن تری رو طراحی میکنن. این 19 تا رو بر چه اساسی انتخاب نکنید؟ چون فقط بر اساس غیر تهاجمی نه. ببینید وقتی که دارن معیارهاشون رو انتخاب میکنن، بحثشون و اون چیزی که بک‌گراند ذهنشون هست این هستش که نان اینویزیو باشه. یعنی کل اون 100 تا ویژگی که از اول آوردن و توی این برنامه مورد استفاده قرار دادن، برنامه فیچرهایی بودن که نان اینویزیو بودن. یعنی نیومدن از مثلا بگن خب حالا مثلا بیایم یه تستی مثلا انجام بدیم که احتیاج به مثلا حالا چه میدونم بیهوشی خاصی داشته باشه یا غیره. اما از بین اون 100 تا که دیدیم مثلا فامیلیال هیستوری بوده، مدیکال هیستوری بوده، دموگرافیک دیتا بوده و غیره، همه اینا رو تست کردن با استفاده از دیسیژن تری. بعد رسیدن به 19 تا که دیدن اینا بیشترین تاثیر رو میذارن. انتخاب و گلچینشون بر این معیار بوده که گفتم حالا توی در واقع اسلایدهای بعدی بهتون میگیم که از این گلچین کردناش هم به چه شکل قراره که انجام بشه. خب یه نگاهی به این دیسیژن تری بندازیم. یه دقیقه بذارید بهتون در واقع وقت داشته باشید. منم هیچی نمیگم. قشنگ این رو ببینید. بعد هر سوالی دارید یا هر تفسیری دارید بنویسید لطفا. مرسی. جستجوی دودویی چیه؟ اسم انگلیسیشو اگه بگیم، ما با اسم فارسیشو خیلی آشنایی آنچنانی ندارم. آها ببین دقیقاً اون نیستش. خب چون مسلماً خیلی پیچیده تر از اون فرمولاسیونی که اینجا داره استفاده میشه.
ولی پروسه کاری که وجود داره پروسه کاری مشابه باینری سرچ الگوریتم هستش که البته حالا اینجا اینطوریه ها. وقتی میریم بعد پایین‌تر تو اسلایدهای بعدی یه مثالی اتفاقا داریم برای اینکه دیتای کانتینیوس داشته باشیم. خب مثلا اینجا اومده ایج رو همش تقسیم بندی کرده. خب اومده گفته مثلا ایج پایین‌تر از یه چیزی، ایج بالاتر از یه چیزی. یه جایی هستش که شما نمیتونین این کار رو انجام بدین. میخوام بگیم که خب ایج از چه جایی به بعد، اصلا خود ایج سواله از چه جایی به بعد قراره که به عنوان فاکتور یا فیچر پروگنوز مورد استفاده قرار بگیره. اونجا رو هم هندل کردنش رو بررسی میکنه، ولی اینجا آره شبیه اون کار رو انجام داد. اون جایی که هر جایی که توی اون باکس های آبی نوشته نود مساوی دد، نود مساوی سروایو و غیره، اون تصمیم نهایی هستش که از هر کدوم از باکس ها گرفته شده. آفرین، ببین خیلی خوب بود. به نظر میرسه یک حد تعیین شده برای قبول یا رد یک نتیجه به تصمیمات بعدی بر اساس اون گرفته شده. دقیقاً همون چیزی که گفتم. حالا الان بیشتر توضیحش هم میدم. اولش بر اساس فشار خون، بعد سن، بعد اینکه تاکیکاردی داره یا نه. بله، به این شکل میان یکی یکی فیچرهایی رو که اندازه گیری کردن و به روند پیش بینی سروایوال اضافه میکنن. میزان احتمال مرگ و حالا یا سروایو دیتایی که شما بهش میدید. اون چیزی که تصمیم نهایی هستش که در واقع گرفته میشه بر اساس دیسیژن تری، همون آخریه، نود سروایو اور دد. یه حالت شرط طوره دقیقاً. الان بهتون میگم اینکه حد قبولی ما چقدر باشه من مهمه. متوجه این سوالتون نشدم آقای شاهوردی. کاتاف های حالا هم فشار خون و هم سن. سوالی که یکی از دوستاتون اول جلسه پرسید رو خاطرتون هست، پرسیدن که این فیچرها و ضریبشون رو ما خودمون تعیین میکنیم یا از مطالعات قبلی. گفتم اگر شما دیتایی رو از قبل داشته باشید، یعنی مطالعه های کلینیکال ترایال و غیره انجام شده باشه که این کاتاف ها رو برای شما نشون بده، یعنی بگه ما یک کلینیکال ترایال با مثلا روی 1200 تا بیمار مبتلا به بیماری قلبی انجام دادیم، بعد به این نتیجه رسیدیم که خب اگر که فشار خونش، اگر بی پیش بالای مثلا 91 باشه، این فرد احتمالاً به بیماری قلبی مبتلا میشه و بعدش هم طی این مدت هم سکندری اتک، البته حالا اینجا اون هستش، انجام میده و بعدش هم میمیره. و گفتم اگر دیتای قبلی نداشته باشیم، اولش میریم بدون دیتای قبلی الگوریتم رو سوار میکنیم، حالا یا خودمون تعیین میکنیم یا اینکه خود ایج رو به عنوان متغیر اولیه وارد میکنیم که اون رو تو اسلایدهای بعدی توضیح میدیم چه شکلی هستش. بله دقیقاً بر اساس منابع و اطلاعات قبلی. هم سن، نه دیگه فیچرهای مختلف، ببین هم بی پی رو وارد کرده، هم سن رو وارد کرده و هم تاکیکاردی رو وارد کرده.
بله، هر چقدر سن بیشتر بوده کمتر زنده موندن. بسیار عالی. چرا اولین نوع رو با شروع کردیم؟ مثلا چرا با A شروع نکردیم؟ این هم دقیقا اون چیزی که از مطالعه قبلی پیش میاد. مثلا میگن مهمترین ریسک فاکتوری که برای حمله قلبی تشخیص داده شده بین 3 تا ریسک فاکتور توی مطالعه، توی چند تا مطالعه، توی n تا مطالعه این بوده که فشار خون مثلا بالای 9 حالا از فشار خون از سن فیچر مهمتری هستش. مثلا اگر 2 تا گروه داشتیم، یکی پایین در واقع 60 سال بوده، یکی بالای 60 سال بوده، اونی که فشار خونش بالاتر بخشید سنشون یکی بوده، اونی که فشار خونش بالاتر بوده در واقع بیشتر این احتمال حمله قلبی بوده. بر اون اساس اومده گفته اولین فیچری که میخوایم بررسی بکنیم پس بنابراین فشار خون هستش. بر این اساس هست. در واقع اوورال سروایوال ریت رو دارید میگید که چه تعداد زنده میمونن و چه تعداد میمیرن. بله، اصلا یکی از مهمترین ویژگی هایی که خروجی هایی که به دست میاد اوورال سروایوال ریت هستش. اون هم میتونه یکی از خود این که چه زمانی افرادی که وارد مطالعه شدن تا حمله قلبی دوم فاصله دارن میتونه یکی از خروجی ها باشه، ولی اینجا فقط تعیین میکنن، باینری تعیین میکنن آیا میمونه یا میمیره. بله، تاثیرگذارترین فیچرها در نودهای بالا هستن. آفرین، این خیلی سوال خوبیه. برای یه سری نودها که دقت کم دارن نباید نودهای بیشتری در نظر گرفت. دقیقاً یه سوالیه که میشه درخت رو وسیع‌ترش کرد. با این که با کدوم ویژگی استارت بزنیم بسیار بسیار تاثیرگذار هستش. خب یه توضیح کلی بعد اینکه اولا اینکه جوابایی که دادیم جوابای خیلی خوبی بود، همه درگیر هست ذهنتون، خیلی خوبه. سوالاتی که پرسیدین سوالای بسیار هوشمندانه‌ای هست و یه سری نکاتی هستش که باید البته اضافه بشه، ممکنه که در واقع از دیدتون خارج شده باشه. بله، این یک مثال هست که اگه بیماری بیاد این ویژگی‌ها رو وارد میکنن، بعد مشخص میکنن که تا کی مثلا چقدر احتمال داره که حمله قلبی داشته باشه و بر اساس اون بمیره یا زنده بمونه. همونطور که گفتم ببینید خب پس اینم الان توضیح میدم. چند تا نکته هست. یکی این که این decision tree یه decision tree بسیار ساده هستش. حالا میرسیم به کامپلکس هاش هم. یه decision tree بسیار ساده که تلاشش رو انجام داده که در تمام مراحل از همون حالت باینری استفاده بکنه. یعنی برای BP کاتاف در نظر گرفته، برای ایج کاتاف در نظر گرفته و برای تاکیکاردی کاتاف در نظر گرفته. اینها رو به عنوان دیتا کانتینیوس وارد نکرد. این که مثلا چقدر باشه و چجوری تعیین بکنه رو این رو براش در نظر نگرفته. خب یعنی ما وقتی میخوایم یه الگوریتمی رو که تا جایی که ممکنه ساده هست بنویسیم میایم اینجوری انجامش میدیم. خیلی دوست داشتم این درخت رو ببینید و سوال کنید. چرا؟ به خاطر اینکه همون چیزی بود که جلسه‌های قبل میگفتیم یه دنیای عجیب غریبی از هوش مصنوعی رو میان تصویر میکنن، میگن چه کارهایی که میتونید انجام بدید. ببینید وقتی وارد خود مطالعه میشید اینجا دنیای الان واقعیت هست. اون چیزهایی که تصویر میشه با این چیزی که الان باهاش مواجه هستید. تازه این چیزیه که توی UCSD طراحی شده.
یعنی توی ایران ما هم طراحی نشده. پس وقتی داریم از الگوریتم‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم، قضیه این نیستش که بگیم که قرار بود فلان کار انجام بشه. قضیه اینه که محدودیت‌هاش رو، restriction-هاش رو، limitation-هاش رو در کنار مزیت‌ها و advantage-هاش در نظر بگیریم و اینو بدونیم. تا قبل از اینکه با هوش مصنوعی آشنا بشیم، میگفتیم کلینیکال ترایل انجام میدیم که ببینیم کدوم فاکتور بیشتر تاثیر میذاره. هوش مصنوعی اومد گفت دیتا تو بده به من، حالا که میدونی کدوم فاکتور بیشتر تاثیر میذاره، من بهت بگم اگه بیمار جدیدی اومد این کی قراره که در واقع یه حمله دیگه داشته باشه، یه مشکل دیگه داشته باشه. دقیقاً خیلی شبیه پریزما هستش. و در واقع اینو بهت بگم که چقدر قراره، حالا مثلا با چه شرایطی این بیمارت قراره زنده بمونه، با چه شرایطی قراره بمیره. خب خیلی نکته مهمی هستش. قبلا همچین چیزی رو نداشتیم. اما میگم اون تصویرسازی‌های عجیبی که از هوش مصنوعی میاد انجام میشه، اینجا هست که میاد دست و پا رو کم کم میبنده. میگه اگر میخواین این کار رو بکنید سعی کنید تا جایی که میتونین زبانی رو که دارید باهاش با کامپیوتر صحبت میکنید رو ساده بکنید. برای کسی که میخواد ایده بده، این یادگیری این قضیه از همه چیز مهمتره. این که من چه ویژگی‌هایی رو چه شکلی بدم به برنامه کامپیوتری که بهتر بشه و ما از قدرت یه برنامه‌نویس نمیتونیم برای همچین کاری استفاده بکنیم. به خاطر اینکه برنامه‌نویس دقیقاً همین کاتاپ‌ها و همین بک‌گراندهای کلینیکال ترایال ها رو هستش که نمیدونه. شمایی که قراره این رو تعیین بکنید. حالا کسایی که علوم پزشکی میخونن یا روانشناسی ها که سنش رو، بک‌گراند بیماری رو، فیچرهایی رو که توش داخل هستش رو میخوان وارد مطالعه بکنن و بچه‌هایی که میخوان رو به کامپیوتر بخونن، خیلی خوبه که شرکت کردن برای اینکه اونها هم میتونن بیان خیلی خوب اینتگریت بشن با بچه‌هایی که در واقع علوم پزشکی میخونن. خب پس یه دیسیژن تری ساده شده ولی در عین حال بسیار بسیار مهم رو داره. یه بیمار به ما مراجعه میکنه و ما یه کاتاف در نظر میگیریم. میگیم بر اساس مطالعه های قبلی نشون داده شده که مطالعه قبلی چی بوده؟ 215 نفر داشتیم. از بین این 215 نفر 82.8% زنده موندن، 17.2% مردن. بعد اینا چه ویژگی داشتن؟ مهمترین ویژگی که توشون تاثیرگذار بوده فشار خونشون بوده. گروهی که فشار خونشون کمتر یا مساوی 9.1 بوده اومده در واقع ساب گروپ انجام داده. ساب گروپی که انجام داده گفته اونایی که فشار خونشون کمتر از 91 بوده از بینشون 30% فقط زنده موندن، 70%شون مردن. البته ببینید در واقع این یه گروه کوچیکی بوده ها، اون که کمتر مساوی 91 بوده. پس بنابراین اگر کمتر مساوی 91 باشه میمیرن. البته یه انتظار برخلاف این هست، یعنی ما میگیم که فشار خون باید بالا باشه که اینطوری باشه. حالا نتیجه مطالعهشون این بوده. اگر بالاتر از 91 باشه اون بقیه 195 نفر بقیه بودن. حالا اینا باز از بینشون 88.2% زنده موندن بدون در نظر گرفتن هیچ فیچر دیگه غیر از فشار خون. 11.8% مردن. بعد میگه خب حالا اینجا سنشون تاثیر داشته. بالای 62.5 بودن یا پایین 60. ببین 62.5 سنی نیستش که ما بیایم همینجوری بگیم مثلا میگه بالای 50 پایین 50. 62.5 یه چیزیه که از بین 10 مطالعه قبلی یا خود همین یه مطالعه میانگینشون مین ایجشون رو آورده گذاشته گفته اونایی که 62.5 بودن کمتر یا بیشتر بودن. از اونایی که کمتر از 62.5 بودن 98.1% زنده موندن، 1.9% مردن. خب پس بنابراین اکثر افرادی که توی این رده سنی هستن و فشار خون بالای 9.1 دارن زنده میمونن. حالا میام
میاد سراغ کمتر از بیشتر از 62 نیم ها که 91 نفر از اینا باقی موندن. اون 91 نفر 76.9% زنده موندن، 23.1% در واقع مردن. خب آیا اینا تاکیکاردی داشتن؟ یه گروه داشتن، یه گروه نداشتن. اونایی که داشتن 46.6% زنده موندن، 50% مردن. پس اگه فشار خون بالای 91 داشته باشه، سنش هم بالای 62 نیم باشه و در کنارش تاکیکاردی هم داشته باشه، به احتمال زیاد قراره که دار فانی رو ودا کنه. نه اگه نداشته باشه، اون موقع 91.8% زنده میمونه. پس بنابراین بیشترشون قراره که زنده مونن. بچه من سعی خودم رو میکنم، حالا نمیدونم یکم از کلاس رفتیم ولی تا 8:20 دقیقه تموم میکنم دیگه. حالا جلسات رو افزایش میدیم دیگه، طوری نیست. مبحث چون باید کامل گفته بشه. بسیار بسیار الگوریتم هایی هستش که با توجه به شدت تغییر پذیری علم پزشکی طراحی کردن چنین الگوریتم هایی که زمان بر هزینه بر هست تاثیر داره. بسیار بسیار تاثیرگذار هستش. چون ببینید مثلا ما تا نمیدونم تا 10 سال پیش احتمالاً یه سری تستا رو نداشتیم. مثلا فیوژن ام‌آرآی رو ما همین الانش هم تو کشور خودمون بسیار بسیار کم داریم. خب بعد از اون ویژگی هایی که داره خیلی کم میتونیم استفاده بکنیم، ولی از ام‌آرآی که داریم، از همون دیتای ام‌آرآی که داریم میتونیم استفاده بکنیم برای جواب دادن به یه سری از سوالام. علم پزشکی تغییر پذیره، تکنیک هایی که میتونن کمک بکنن تغییر پذیرن، اما هممون همه جا به هر شکل به همه چی دسترسی نداریم. پس بنابراین تا جایی که میتونیم از الگوریتم هوش مصنوعی استفاده کنیم بهتره. و یه نکته دیگه ای هم که هست اینه که همونطور که میبینید الگوریتم‌ها سعی میکنن تا جای ممکن همه چی رو ساده ترش بکنن. و البته یه چیزی هم بهتون بگم، این که این دستگاه‌های که جدیدتر طراحی میشن برای حالا تشخیص انواع بیماری‌ها و غیره، کم کم دارن میرن به سمت اینکه یه سری برنامه‌های طراحی شده به هوش مصنوعی روشون سوار شده باشه قاعدتاً. و اصلا مسلمه که یه همچین چیزای خیلی خوبه. مثلا اگر شما فقط ام‌آرآی داشته باشین، اگه یه برنامه‌ای روی تفسیر همون ام‌آرآی دیتای اون برنامه‌ای که داره ام‌آرآی رو تصویر ام‌آرآی رو بهتون نشون میده، بتونید باهاش اینتگریت بکنید که دیتای بالین بیمار رو هم بلافاصله باهاش ترکیب بکنه به شما این نتیجه بده، چقدر خوب میشه. بله میشه برای تعیین کاتاف استفاده کرد و توضیحش رو میدیم حتما. خب بیایم سراغ یه چیزی که من متوجه شدم اینه که تو اسکایروم وقتی میایم اسلایدر رو میذاریم اسلایدر یکم به هم میریزن، یعنی انگار یکم اینجوری فشرده میشه. الان نصف اسلاید من ریخته به هم، ولی به هر حال چون تو اون جزوهایی که قرار در اختیارتون داده بشه اسلایدها درست هم مشکلی نیست. من توضیحش رو میدم بهتون. ببین این الان دو نفر بیمار رو داریم اومدن. آیا الگوریتمایی داریم که بتونن خودشون داده جدید بگیرن، یه سری تغییرات خودشون اعمال بکنن؟ حالا نه اونقدر حالا فضایی، ولی دیپ لرنینگ ها تقریبا این کارا رو انجام میدن. دیپ لرنینگ که میگم بیشتر آرتفیشیال نورال نتورک هستش، چون دیپ لرنینگ ها بیشتر میره توی تصویربرداری. حالا بحث دیگه هستش. خب دو نفر بیمار رو داریم با شرایط مختلف. میخوایم ببینیم که این دو نفر کدومشون باید سرجری بشه با توجه به بیماری که مثلا بیماری گلایوما داره، تومور مغزی داره. میخوایم ببینیم که در واقع کدومشون سرجری بشه کدومشون نشه. یه سری ویژگی هایی رو اومده توش بررسی کرد. میگه خب میدونیم که این فرد حالا بر اساس دیتای ام‌آرآی یا هر چی گفته این گلایوما داره. بعد جنسیتش اومده وارد کرده، میل هستش یا فیمیل. اگه خاطرتون باشه جلسه پیش یه بررسی که داشتیم می‌کردیم فراوانی همچین توموری توی فیمیل ها بیشتر از میل ها بودش. خب این فیمیل چند سالشه؟ دومین فیچری که داره بررسی میکنه
در کنار اون تعیین کنه دترمیننتش که میل یا فیمیل بود بر اساس اون حتما جدا میکنه. فیچری که میاد وسط میذاره سن. خب سنش 45، سن اون یکی بیمارمون 27 ساله هستش. خب فیچرهای دیگه چی هستن؟ سیمتوم ها هستن. سیمتوم هاشون چقدر با هم دیگه فرق میکنن؟ جمله دوم اینه که هر کدوم از نودهایی که وجود دارن نشون دهنده یکی از شرایطی هستن که در واقع شما میتونید استفاده بکنید برای جملهشو کامل براتون بخونم. Each node represents a test or an attribute and each branch is an outcome of that test. هر کدوم از نودها همونطور که توی یکی از اسلاید اول گفتیم، هر جایی که شما به یه نود میرسید در واقع به یه سوال میرسید. توی سن میگه کدومشون سنش بالاتره، کدومشون سنش پایین‌تره، سوال رو ایجاد میکنه. اگه سنش بالاتره حالا چه ویژگی هایی رو داره؟ ویژگی هایی که بعد یه نکته هم همینجا بهتون بگم، این درخت با این درخت خیلی فرق داره. توی این درخت همه چی تعیین شده است. یه سری کاتاف داریم، یه سری نوده، میرسیم به این، اگه این شد میریم سراغ اون، اگه اون شد میریم سراغ اون یکی. حالا میایم اینجا نودی که داریم یهو خیلی پیچیده شده. بعد ممکنه که اصلا این نودهایی نباشن که خیلی با هم دیگه مرتبط باشن. این تفاوت دیسیژن تری هایی هستش که پیچیده تر هستن. نودهایی که وجود دارن کم کم بر اساس برنامه هایی که نوشته میشن بهینه سازی میشن و شما میتونید بگید که خب اون یکی خیلی قشنگ تر و تمیز با قاعده اگه سنش این بود. اونجا همه چی باینری بودش. اینجا اون ارتباطی که شما میبینید اگه این شد حالا این، اگه این شد حالا این، اونو خیلی نمیبینید. به صورت کانتینیوز میبینید. مثلا ما سن رو دیگه به صورت کاتاف وارد نکردیم، کانتینیوز وارد کردیم. خود سن رو، عدد خود سن رو وارد کردیم. بعد سیمتوم ها رو وارد کردیم. مثلا یه نظریه‌ای وجود داره که میگه اگه که در واقع سیور هدک رو داشته باشه، در کنارش کاگنیتیو دفیسیت رو هم داشته باشه، احتمال احتراش یا احتمال سروایوالش خیلی میاد پایین. اومده در کنارش اینجا حالا یه روند منطقی تری هستش. کاگنیتیو دفیسیت رو همراه با سرگیجه بررسی کرد و گفته که کاگنیتیو دفیسیت نداره، فقط چیز داره، تهوع داره، نازیا داره. خود نازیا خودش میتونه به چند تا نود دیگه منتهی بشه. اونجایی که سوال کردیم توی اسلاید قبل، خودش میتونه به یه جای دیگه برسه، برانچ؟ بله میتونه. اومده گفته خب اگه نازیا داره، آیا این کدوم یکی از میوتیشن ها رو داره؟ IDH1 رو داره یا IDH2 رو داره؟ اگه IDH1 رو داره، فامیلیال هیستوری داره از این بیماری یا نداره؟ یعنی کسی دیگه توی خانواده‌اش به این بیماری یا بیماری مشابه مبتلا شده یا نشده. بعد دوباره اومده در واقع سن رو مطرح کرد. پس اینجا یه سوالی میپرسیدید که هر کدوم از فیچرها رو چه شکلی میخوایم استفاده بکنید. ببینید یه دیسیژن تری کامپلکس و خیلی ساده بخوام بگم به هم ریخته ای رو ایجاد کرده که بعد در نهایت اومده از ایج 2 بار استفاده کرده. یه بار خود ایج رو کانتینیوز استفاده کرده، یه بار ایج رو کاتاف استفاده کرده. بعد و یه نکته دیگه خیلی جالبه اینه که توی این دیسیژن تری برای یکیشون سایز تومور رو استفاده کرده، برای یکیشون سایز تومور رو استفاده نکرده و الی آخر نمونه ای از این که بخواد تصمیم خیلی بدی راجع به یک بیمار بگیره به خاطر اینکه ویژگی هایی که داره اولا به هم هیچ ربطی ندارن، ثانیاً روند درستی نداره، بعد اینکه از ویژگی های مختلف استفاده های متعددی کرده و اینکه در نهایت اینکه یه سری ویژگی ها رو برای هر دو تاشون بررسی نکرد. پس اگر بخواید یه در واقع دیسیژن تری بد طراحی بکنید، دیسیژن تری هستش که به این شکل طراحی میشه. ممکنه پیچیده به نظر بیاد، ممکنه ویژگی هایی رو داشته باشه که دوست داریم توش اضافه بکنیم، ولی همچین مشکلی رو بهش برمی‌خوریم که در نهایت گیج میشیم، میگیم خب یه سری اینجا هست، یه سری اونجا نیست. این چه شکلی؟
سوال: آیا میتونیم درخت‌های مختلف رو با هم تلفیق بکنیم؟ مثلا الگوریتم درخت مطالعه قبلی توسعه بدید؟ بله حتما میتونید این کار رو انجام بدید. و اینکه اگر بخوایم نتیجه دو درخت رو در سطح خاصی به صورت ارزی به یکدیگر اتصال بدیم ممکن هست، اون هم ممکن هست. حالا این یه مثال از مثال دیسیژن تری بد و دیسیژن تری نادرست بود، دیسیژن تری که ایمپروو نشده و بعد تصمیمی که بر اساس این قراره که گرفته بشه. تصمیم گرفته که خب این سنش بالاست، بعد سیمتومایی که داره نوزیاست میوتیشن IDH1 داره، بعد IDH1 در کنارش MGMT هم داره، بعد در کنارش مثلا یه همچین سنی هم داره و بعد تصمیم گرفته که خب آره این باید سرجری بشه. ولی بعدی رو، یعنی مثلا کسی اون یکی بیمار رو با ویژگی هایی که اصلا برای بیمار اول شاید یه سریشون هم در نظر نگرفته، مثلا سایز تومورش رو برای بیمار اول در نظر نگرفته، دیزینس رو برای اون در نظر نگرفته، تصمیم گرفته که اون سرجری احتیاج نداره. پس اگر شما در طراحی درختتون اشتباهی انجام بدین، بایاس داره در کنار اینکه اشتباه طراحی داره. یعنی خاطرتون هست ما رسیدیم به اسلاید به این دیسیژن تری، گفتم خیلی سوال براتون پیش اومده که میگید چقدر مثلا کاتاف تعیین شده، چقدر مثلا شسته رفته است همه چی. اینو براتون آوردم به عنوان یه مثالی که شما میتونید دیتاتون رو تا حد ممکن سیمپلش بکنید و در کنار اون شبکتون رو هم سیمپل کنید اما اکیوریت کار بکنید. این هم یه مثال از یه درخت بد که شما میتونید انواع دیتا رو سیمپل نشده وارد درختتون بکنید، انواع وریبل ها رو میتونید وارد بکنید اما به دو طریقه نادرستی و به نتیجه نادرستی هم برسید. خب بعد میریم سراغ این که حالا با یه مثال یکم دورتر وارد بشم. الان 8 روز شده من نمیدونم، بذارید فقط لرنینگ رو بگم بعد جلسه رو تموم بکنیم تا بریم سراغ جلسه بعد. ببینید ما اینجا دیگه باینری نداریم. خب تو مثال اول باینری بود، تو مثال دوم ویژگی هایی رو داشتیم که آوتکاماشون باینری نبودن. چند تا ویژگی بود توی همون مثال سیمتوما، چند تا ویژگی هست ولی اون به هم ریخته بود. حالا اگر من بخوام آوتکامایی که دارم باینری نباشه ولی دیسیژن تری طراحی بکنم که همچنان دیسیژن تری اکیوریتی باشه، اونجا چی کار بکنم؟ کاتاف هم اصلا ندارم. میایم از مثالای پیشبینی وضعیت هوا استفاده میکنیم. مثالای خیلی ساده این هست که تو ذهنتون باشه برای اینکه توی کاربردهای بایومدیکال هم خیلی خوب استفاده میشه. بعدا بهتون استفاده بکنید. میگه هوا مثلا همون مثال اول حالا یا آفتابیه یا بارونیه یا بادیه، فکر میکنم ایناست، یا اوورکست هم داره. بعد دماشو در نظر گرفته، برای دما دیگه خود داده عددیش رو در نظر نگرفته، فقط یک متغیر کیفی گذاشته. برای رطوبت همینطور، برای میزان باد هم همینطور. خب میخواد از روی این 3-4 تا تصمیم بگیره که میشه رفت بیرون تنیس بازی کرد یا نه. خب اون نود اصلی چیه؟ آوتلوک هواست، یعنی هوا چطور به نظر میرسه. توی اون دیسیژن تری مربوط به هارد اتک چی بود؟ فشار خون بودش. آره ولی اونا رو مثل اینکه کاور کرده. مثلا میگن تو SPSS نوشتن برای اینکه دما کیفی دما رو بسنجی باز یک کاتاف نیاز داریم. بله میاد تو SPSS مثلا فیمیل و میل رو چیز میکنیم یا مثلا خود همین ایج رنج های مختلف رو به عنوان یانگ و ادولسنت و نمیدونم ادالت و اینا میذاریم. یه همچین کاریو کرده، کاور کرده، در واقع همون کاتاف ها رو آورده کاور کرده ولی باینری نیستش. نکته اینجاست. بعد میگه خب آوتلوک من 3 تا تست داره. 3 تا همونطور که گفتیم
به 3 تا سوال مطرح شده. آیا آفتابیه، آیا اوورکسته یا رینیه؟ خب اگه ثانیه رطوبتش چطوره؟ رطوبتش بالاست یا پایینه؟ این شده در واقع باینری، yes یا no. اوورکسته، yes. این یه نتیجه بیشتر نداره. ویندیه، چقدر باد داره؟ بادش زیاده، سرعت بادش زیاده یا سرعت بادش کمه؟ strong یا weak؟ yes no. بر این اساس اومده پیش بینیشو انجام داده. yes no چی رو تعیین میکنه؟ برم تنیس بازی بکنم یا نه؟ پس ما طی 2 شرایط میخوایم تنیس بازی بکنیم. طی 3 شرایط ببخشید. یکی اینکه اوورکست باشه، یکی اینکه رطوبت هوا رطوبت نرمالی باشه و یکی اینکه میزان شدت باد ضعیفی باشه. خب پس شما تونستید نه به اندازه اون درخت اولیه که برای هارد اتک بود شسته رفته باشه یه چیزی، نه به اندازه دومیه باشه و بیشتر در واقع سوالات بیشتری رو مطرح بکنید، بهشون جواب بدید و با استفاده از جوابهاشون به نتیجه گیری برسید. حالا اینا در واقع نحوه تقسیم بندی هستش، چون توی دیسیژن تری ها ما یه مبحثی رو مطرح میکنیم اسم اسپلیت کردن فیچرها که فیچرها رو بر چه مبنایی اسپلیت بکنیم. این چیه؟ این دقیقاً همینه که با مطرح میکردیم، میگفتیم من میخوام تصمیم بگیرم که اون روت دیسیژن تری من چی باشه، سوال اولم چی باشه و به چه در واقع تست هایی منتهی بشه، از هر کدوم از تست ها چه آوتکام هایی بیاد. سوال اولم این بوده که اصلا هوا چطور به نظر میرسه، آفتابیه، اوورکست، رینیه. خود اینا یعنی خود ثانیه، اوورکست و رینی تست هایی هستن که بر اساس اینکه هیومیدیتی چقدر باشه، در واقع چقدر ویندی باشه، تمپرچر چقدر باشه، بر اساس این میان و مورد سنجش قرار میگیرن. علامت سوالایی که گذاشته اون فیچرها هستن. پس بنابراین بعد ببین یه چیزی که توی سطر دوم اشاره کرده خیلی نکته مهمیه. میگه مرحله اساسی که توی decision tree learning هست اینه که شما اتریبیوت ها رو انتخاب میکنید. مثلا برای همون هارد اتک ما انتخاب کردیم با استفاده از نتایج مطالعه های قبلی که فشار خون و سن و تاکیکاردی فیچرهای خیلی مهمی هستن. بعد دیتا رو بر اساس اون حالت نهاییش که چقدرشون زنده موندن و چقدرشون مردن سپلیت کردیم، تقسیم کردیم. خاطرتون هست از اون در واقع درخته. خب اینجا هم از روی اینکه هوا به چه شکل به نظر میرسه. اما نکته دوم نکته خیلی مهمیه. چیزی که خیلی از سوالای ما رو جواب میده. میگه همین رونده تقسیم کردن رو اونقدر ادامه بدید تا برسید به یه نتیجه گیری. یعنی چی؟ یعنی انگار به شما یه چیز کلی رو میدن، یه چیز جنرالی رو میدن، شما میایید اینها رو بر اساس اینکه چقدر اینا رو میشه نزدیک به هم دسته بندی کرد جدا میکنید. کل اتفاقی که داره توی کلاسیفیکیشن میفته اینه، هر چقدر شبیه تر و مرتبط تر به هم دیگه باشه تست ها، نتایجشون و اتریبیوت هایی که برای تست کردن اونها انتخاب میشه، شما میتونید به نتیجه بهتری برسید و از یک درخت بد اوید بکنید. باز دوباره اومده اینجا اسپلیت کردن رو ادامه داده و باز هم ادامه داده تا اینکه به نتیجه نهایی رسیده. آیا هوا برای رفتن و بازی کردن تنیس خوب هست یا نه؟ یه سوالی رو مطرح می‌کنم به عنوان اسلاید آخر این جلسه، بعد انشالله جلسه بعد این رو جواب میدیم. جلسه بعد خیلی مبحث خیلی در واقع پیچیده‌تر و تخصصی‌تر هم میشه. میگه من میخوام یه در واقع کلاسیفیکیشن، یه سوالی رو داشتید خیلی همتون میپرسیدید، مثلا میگفتین الان فشار خون رو چجوری تعیین کردن،
الان از کجا رسیده به اینکه فقط فشار خون و سن و تاکیکاردی بوده؟ اینجا داریم به اون سوال جواب میدیم. What is a good attribute؟ میگه میام یه مثال خیلی ساده رو براش زدیم. گفتیم من یه سری حالا انیمال دارم، حالا هر چیزی که هست، میخوام ببینم این پرواز میکنه یا نمیکنه. بعد 2 تا اتریبیوت هم در نظر گرفتم، رنگشون و کلاسشون، این که پستاندار هستن یا پرنده هستن. خب بعد میگه کدوم یکی از این فیچرها بهتر هستن برای اسپلیتینگ. ببینید از اون درختی که به نتیجه گیری بد رسیدیم، اگه خاطرتون باشه گفتیم مشکل داره. کجا مشکل داشت؟ مشکل اسپلیتینگ داشت. نمیدونست اون کسی که اون داره اون درخت رو طراحی میکنه کجا و چه شکلی تست هاشو تعیین بکنه و در واقع به کدوم نتیجه ها برسه. خب اینجا میگه یعنی رنگ رو انتخاب کنم بهتر به این نتیجه میرسم که کدومشون پرواز میکنن یا کدومشون پرواز نمیکنن، یا کدومشون در واقع پستان دارن کدومشون پرندن، یا اینکه پرواز میکنه یا نمیکنه رو انتخاب بکنم. بعد میگه خب اون هر دوتاشو امتحان میکنیم. میگیم اگه بر اساس رنگ باشه، اونایی که رنگشون سفیده مثلا 50-50 پستاندار و پرنده بودن، اونایی که رنگشون قهوه‌ای 33 و 66 پستاندار و پرنده بودن. ولی اگه بر اساس پروازش بگیم 100% پرنده بودن، از اونایی که پرواز نمی‌کنن حالا 75% پستاندار بودن و 25% پرنده بودن. بعد میدونید چی خیلی مهمه اینجا؟ میگه چرا فلای فیچر بهتریه؟ به خاطر اینکه نتایج حاصل از اتریبیوت فلای مور پیور هستش. ببینید اینو همیشه یه گوشه ذهنتون داشته باشید. ما وقتی داریم از الگوریتم‌های هوش مصنوعی مثلا ماشین لرنینگ، دیپ لرنینگ و غیره استفاده می‌کنیم، هیچ وقت به پیوریتی کامل شاید نرسیم. خب این شاید هم من کنارش میذارم، ولی در نظر داشته باشین که همیشه 1% اشتباهی رو برای الگوریتمتون اختصاص بدین. این خیلی قاطع راجع به این قضیه صحبت نکنیم. الگوریتم رو استفاده میکنیم برای اینکه پردیکت رو انجام بدیم، درسته، ولی باز هم میگیم که یه 20% احتمال داره حالا اینطور هم نشه. خوبه ما بتونیم پیش بینی بکنیم که سروایوالش طی 5 سال خیلی کمه. یه 20% هم ممکنه حالا مریض زنده بمونه. روی اون 20% باید مطالعه انجام بشه. بله باید مطالعه انجام بشه، ولی با توجه به دیتایی که تا الان داشتیم نسبت به دیتایی که خودمون فقط بودیم، این دیتا و این نتیجه خیلی بهتره، میتونه ایمپروو بشه. الگوریتم‌های ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ اینجا هستن، نه نتیجه قطعی دارن نه ناکارآمدن. خب نکته بعدی که اشاره میکنه میگه knowing the value of this attribute gives us more information about the label. یعنی چی؟ یعنی میگه خب من وقتی من اومدم اتریبیوت فلای رو استفاده کردم، انتظارم این بود، ببینید چقدر خوب داره صحبت میکنه، میگه انتظارم این بود که همه اونایی که دارن پرواز میکنن جز پرنده ها باشن، ولی بعد اومدم فهمیدم توی اون یکی گروهی هم که پرواز نمیکنن یه سری پرنده دارن که جز گروه پرنده ها هستن. این همونه، میگم مثلا میگه که 5 سال قرار نیست زنده بمونن ولی مثلا 4 سال و 8 ماهش زنده بمونن، یه همچین چیزایی رو داره. پس بنابراین بعد میگه خب حالا اینجاست که میتونیم دوباره تقسیم بندی دیگر رو اضافه بکنیم. پس شناسایی این که کدوم اتریبیوت بهتر هست به ما کمک میکنه دیتای خودمون رو هم بهتر بشناسیم و تقسیم بندی های بهتری رو بهتر بشناسیم برای اینکه بتونیم الگوریتم بهتری رو طراحی کنیم. پس همه چیز برنامه نویسی نیست، دانستن الگوریتم هوش مصنوعی نیست، شناخت دیتاتون، شناخت تقسیم بندی نوع دیتاتون یکی از مهمترین بخشاییه که بتونید شما این شبکه خیلی خوب رو طراحی بکنید. خب من فکر می‌کنم دیگه بهتره جلسه رو ختم کنیم، ان شاءالله جلسه‌های آینده خیلی وسیع‌تر همین مبحث رو ادامه میدیم برای اینکه بیشتر و بهتر آشنا بشید و بتونید به ایده های بهتری هم برسید.
دقیقاً اساس ماشین لرنینگ این هست که هرچی همپوشانی دوتاشون بر اساس یه ویژگی کمتر باشه بهتره. متشکرم، شما هم خسته نباشید. بسیار خوب، ممنونم. من اول جلسه قبل از اینکه اصلا دوستان بیان داخل جلسه از دوستان پرسیدم که 1 ساعت دیگه، ایشون گفتن بله ولی و الان ما تقریبا 1 ساعت و نیم داخل جلسه هستیم و این نشون میده که استاد ما خیلی حواسش به شرکت‌کننده ها هست، خصوصا این سوالاتی که در حین جلسه پرسیده میشه و منتظر پاسخ میمونید. من این مدل درس دادن خیلی دوست دارم. حالا میگم دوستانی که من میشناسن میدونم ما خودمونم چندین سال داریم درس میدیم این موارد رو، ولی من این مدل درس دادن خیلی دوست دارم، میپسندم. دلیلش هم این هست که بچه‌هایی که دارن استفاده میکنن لازم دارن هی شما بهشون بازخورد بدید، ازشون بازخورد بگیرید و مخصوصا توی این موضوع که موضوعی هستش که نیاز به توضیح هم دارم رو هم چی رو نده. دکتر صداتون قطع و وصل میشه. دیگه حالا الان فکر کنم درست مثلا کلا صدا آره با من خوب. انشالله بعد از عیدم ادامه جلسات رو میریم و هم حالا اون کتاب ها رو هم محبت بکنید به من بگید، من داخل چنل بذارم. فقط یک سوالی من از شما دارم، شما تکلیف هم به بچه ها میدید برای اینکه دور نشن از این مطالب؟ آره اتفاقا برای همین میگم روز دوشنبه یا سه‌شنبه، نهایت سه‌شنبه، خب حالا یا دوشنبه یا سه‌شنبه، چون بعد این همه اینا رو من جمع بکنم. قراره یه هم اون کتابی رو که گفتم که خیلی کتاب خوبی هست میتونید دسترسی هم بهش داشته باشید، هم اونو میگم، هم یه سری مقاله میگم. مقاله ها رو بچه‌ها حتما بخونید. هفته دیگه هم کلاس نداریم، مقاله ها رو حتما بخونید. بعد از عید راجع به مقالاتی که توی چنل گذاشته میشه یه دیسکاشن، یه سری سوالی انشالله پرسیده میشه که با هم دیگه مطرح بکنیم و ذهنمون هم بازتر بشه توی قضیه. بسیار خوب. برای نوروز که این کار رو خواهیم کرد، دقیقه بعد از عید، احتمالاً هفته سوم بعد از عید باشه که اینو باز ما میتونیم یه نظرسنجی بذاریم به زمانی که استاد به ما میدن. ولی خب جمعه هست، جمعه همین ساعت 19 و روز و ساعتش عوض نمیشه، فقط تاریخش ما باید عوض کنیم، چون ما برنامه‌ریزی کردیم برای اون کلاس‌های ثبت اختراعمون بعد از عیدم احتمالاً 2 جلسه تو هفته خواهد بود. اون اصلا یه داستان مفصلی داره و تو طول هفته برگزارش میکنیم، برای همین دیگه ما این ساعت‌ها و روزامون رو فیکس کردیم. جزوه هم واسه که بچه‌ها بنویسیم دیگه، یعنی گروه جزوه تشکیل بدیم. ما تجربه خوبی از تشکیل این گروه ها نداریم، برای کلاس‌های بیسوت ها پروفسور مرتضوی گذاشتیم، بچه‌ها دستمون رو گذاشتن تو پوست گردو و حنا و خیلی چیزا دیگه. بنابراین من اینو دیگه اصلا باید خودم بیام بالا سر کارش تا پیش بره و جلو بره. بسیار خب، من پایان جلسه رو اعلام میکنم. اگر موضوعی هست در خدمتتون هستم. آیدی تلگرام خانم دکتر هم با اجازه خودشون من میذارم داخل چنل. بله. اگر موضوعی نیست و صحبتی نیست من جلسه رو ختم بدم. ممنون، همگی خسته نباشید. بسیار خوب. برای الگوریتم کتاب روکر اینجا سوالی هست؟ آره همون کتابی هستش که معرفی میکنم، حتما میذارمش توی چنل در رو. بسیار متشکرم. شب همگی بخیر. پیشا پیش عید نوروز رو هم تبریک میگم. ما یک ویژه‌نامه عید نوروز هم برای بچه‌ها داریم توی چنل منتشر میکنیم، تخفیف خیلی خوبی هست برای هم شرکت کنندگان دوره هوش مصنوعی یا پاور آف ایمیجینگ و تخفیف نوروزی هم داریم برای کارگاه ثبت اختراع. یک کارگاه بسیار خوبی است از اساتید بسیار به نام آقای دکتر بابک خلج، ریاست برق شریف، استاد زالی، پروفسور مرتضوی، استاد یزدانی، خانم دکتر ملیسا اسماعیلی مدیر عامل شرکت مایاته و خود خانم دکتر امانزاده. ازشون استفاده خواهیم کرد در جهت جهت‌دهی فکری
حالا اون هم مفصلا راجبش در چنل